در دل روستای آبشار زندگی آرامی جریان داشت. اما داستانی نهفته بود که نسل‌ها در انتظار کشف آن بودند. لیلا دختری زیبا و باهوش همیشه در جستجوی ماجراجویی بود. او به افسانه‌های قدیمی روستا علاقه‌مند بود. روزی لیلا کتابی قدیمی با عنوان آینه سرنوشت پیدا کرد. داستان درباره آیین‌های جادویی بود که آینده را نشان می‌داد. لیلا تصمیم گرفت آینه را پیدا کند. مادرش گفت که آینه در دل کوه‌های تاریک پنهان شده است. او به سمت کوه‌ها حرکت کرد و پس از ساعت‌ها پیاده‌روی به غاری رسید که نقاشی‌های قدیمی داشت. در انتهای غار آیین‌های بزرگ و زیبا با نور خیره کننده می‌درخشید. لیلا نمی‌توانست خود را از تماشای آن باز دارد. وقتی به آینه نزدیک شد، تصویری از آینده‌اش را دید، کمک به دیگران و ایجاد تغییرات مثبت در روستا. لیلا تصمیم گرفت از قدرت آینه استفاده کند. او نیت خیر خود را اعلام کرد و انرژی عجیبی در بدنش جریان یافت. او به روستا بازگشت و شروع به آموزش کودکان و راه‌اندازی مرکز درمانی کرد. تأثیر مثبتی بر روستا گذاشت. سالها گذشت و روستای آبشار پررنگ شد. لیلا هرگز فراموش نکرد که همه اینها را مدیون آینه سرنوشت است. او تصمیم گرفت دوباره به غار برود و آینه را بیاورد تا دیگران نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند. این داستان نشان دهنده قدرت اراده، نیت خیر و تأثیر مثبت بر جامعه است. هر فردی می‌تواند دنیای اطرافش را تغییر دهد.